از 14 تا 21 اپریل سال 2025 در شهر دوشنبه فستیوال-озмуни ҷумҳуриявии театрҳои کسبی پرستو برگزار می‌گردد. ما امروز از سکینان پایتخت پرسان می‌شویم که آیا آنها به تئاتر میروند یا نه، اگر ها آنها کدام نمایشنامه‌ها را تماشا کردند. شما به تئاتر میروید؟ نه؟ برای چی؟ یخی وقت. کدام نمایشنامه‌ها را شما تماشا میکنید؟ نمیدونم. آخر عمر تو به که به تئاتر رفتن؟ سالی 2014. وقت ندارید یا وقت نیست؟ چی باعث است که شما نمیروید به تئاتر؟ وقت نیست وقت. سلام علیکم. آیا شما به تئاتر میروید؟ نه نرفتم. آغاز از تو بود. ما نرفتیم. سلام علیکم. شما به تئاتر میروید؟ نه. برای چی؟ نه فرام. بعضی وقتا. آخر عمر تو به کی رفته بودید؟ 2 سال پیش. چی نمایشنامه بود؟ از طرف کارخانه. به کدام تئاتر؟ آپرا. نمایشنامه دستداشتان کدام است؟ ژانر موسیقی. سلامت باشید. کاربار بسیار کاربازی نه. یگان مراتبه هم نرفتید؟ رفتم. کی بود آخر اون مراتبه رفته‌تون؟ 2 ماه پیش. به کدام تئاتر؟ تئاتر همین از کی بازار میرم. شما به تئاتر میروید؟ نه نمیرم. سلام علیکم. شما به تئاتر میروید اکا؟ نه. چرا؟ از نظرپرسی ما معلوم می‌گردد که بیشتر ساکنان به تئاتر نمی‌روند. سبب نرفتنشان را نیز نمی‌گویند. امیدواریم که ساکنان بیشتر به تئاتر توجه ظاهر نمایند.